سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شدی باشد. امروز یک نمود پیروگ تیار میکنیم با سیب. 4 دانه تخم میندازیم، کم ترک لد میزنیم، 10 قاشق کلان شکر کمک میندازیم. لد زده این تستای پیروگ رنگ تستای بیسکویت میآید. بیسکویتی که در تورتو تیار میکنیم این خیلی میآید. یک پچکه دیگه ونیلین ساخر میندازیم تا غلظ شدن یمی تخم شکر لد میزنیم. چخیلی که دیدستین انم خیلی غلظ شروع شد. دمو در کره نیم پچکه از ریختیم امی یک نیم قاشقچه میده. بعد 6-7 قاشق کلان ارد 150 گرم میشه. همش به لکچه نمیخوام میبیزیم. اول از ریختیله بعد نیمی ارده میاندازیم، یک جویا میکنیم. همش با موندگی ارده میندازیم. موندگی ارده میندازیم، یک جویا میکنیم. همش خشرو چخیلی که گفته گذاشتیم این رنگی همی بیسکویت می تورت میاد تستش. فرمچکه دا باشه. من روغن مسکه مالیده مانده بودم. من فرمچکه دا میپزم. شما چخیلی که داشته باشین فرمچکه میشود. من میره ویبر کردم. سیبو را باشه نمیخوای ریزه کردم. سیبوی کلان باشه 3 دانه بسنده. سیبوی من میده چه بود 6-7 میخوای گرفته میده کردم. برای بسیار بامزه شدنش با بسیار تا ریزه کردم. انا خیلی یکم سیبا میاندازیم در فرم. سیبای اگر شیرین باشه شکر در کار نیست. سیبا را انا ریختم. یا 3-4 قاشق کلان شکر میپاشیم. بعد کاریچه داشته باشین. نمیخواد کاریچه برای بوشه وای نداشته باشین همین چی نمیکنه. انا خیلی وای میکنیم. تستره رو میریزیم. همش بالای سیبا با بالای تسته نمی سیب میچینیم. پولنی موندگی سیبا رو میریزیم. با بالای سیبا هم میخوای 2 قاشق کلان شکر میپاشم. چخیلی که در دخوفکه 180 گرادوس ده 35-40 مینوت تیار میشود. زویس با دخوفکه پیش خونه دو بازی کنه نخی؟ نه همی جا ما بیرم برامدیم. پیرو کماندم در دخوفکه و بیرم برامدیم. داکو بازی دارن. میده که شیر دادیم. با بطولکه شیر میخوره. شیر دادیم. همی بعدی وقتی کارمید میکنی کداکه باید یک 5 مینوت باره میخوای رستک بقلبیش. خواب نکد راستی پشوکاشا پشوندم بیر برو واردم. گفتم میخوای یکان مینوت بیرده بیستیم و خونه میایم. راه دور نرفتیم تا که پیروگمون نسوزه تا آمدن. میخوای هوا ابرناک بارانی سخت هم نبرده است. کمکی میوه با بس میکنه. ساکنه که خشرو بیره. هم موزات برو رخی؟ میخواد در روی حوالی بگردی موزه کردی. شلاب کنه داری؟ کجا میری؟ چی ده؟ تاجیکستان نام خشرو نمیدن. تو چی ده میری تاجیکستان؟
چی دمیری خواهی تاجیکستان؟ یکی 500 سوم داد نتیان تو چند سوم ده گرفتی؟ 50,000 نه 5,000 خواهی ما میرم خونه شما بازی کنید پیروگ نسوزو با پیروگ که ما هم تیار شد به حد بویم با مزه داره مخی گرمه که کم ترخنک شد ای فرمچکه جدا میکنم با شما دا نشان میتیم که درونش چی خیلی اومد خب پاومی جدا کردم شد نمیخواه سخنی پودره پوشیدم دخترها از یکه بریده درونشم میبینیم که چه خیلی اومده بلندش بینیم چه خیلی بلند خوشرو اومد دوستان عزیز حتما شما هم تیار کنیم برای اهل اویله خود به حد پیروکی ملایمکی خوشرو اومد خوشخور حرکت میکنم که رسیپی های آسان که با محصولات های دسترس پیشنهاد شما کنم به حد خوشرو اومده حتما تیار کنین قرص خاطی کلونی نداره 4 دونه تخم 10 قاشق شکر 6-7 قاشق آرد 1 پچکه وللین سخر 1 نیم پچکه رزرختیل 3-4 دونه سیب به حد به مزه خوشرو سلام علیکم подписчика. ما داریم روز باران باریدسته نمیخواد سختی رونسته مالای دروسی برنن با دارن مالا ما داریم خیلی بارانه شمالی سخته که این ماشین بینید ماشین دیگه شوشتیگه ماشین خمونه هست شما بینتون تو سراغات ده دوستان عزیز مالا را طرف جنگل های میکنیم سهر کتیه اوزی بیر ساک نکش رو تا ساعت های 1 میستم بیرونده بعد با خونه میدرومشون با کم تا دیگه ساکن شوه ماهی آگوست اخیرانا شوه وابشه نمیدرومشونم تا ساعت های 3-4 بگرم میچرم بعد میدرومم خیلی کدیستم در روزا را کشویم این در روزا را کشودن اک میبرین مولا
بارون خشو بریده. دروازه رو محکم ای نمی جنگل میرم بینید میگردن چنده دروازه محکم شنیست مولا را دروازه بیره کردم نکن خونمو قفای زفترک میشه نکن چی تیور کنم قبلش کنیم سهر که زولش تیاره خمیرش تیار کنم کارتوشکا مونگیم تیارش بگیست بسیاره گفتم که دخترو که شما دخترو میگه دخترو اینجا کارخونه های کارخونه های اونجا کار میکنم خونه دا اومده خو میره اینجا اسب برا نگاه میکنم ما را زنیمت سا میدرونم چی میکنم خونه آمده خو میره وقت شامپانیون سر شد همه خیلی شامپانیون برومده یک سطیل آوردن سهر اهمی تریتوری خودمون کم ترکمی خیلی تازه میکنم شد در دیگ میندازم خودش آو میبره آوش کاغ میشه بعدا میخوام روغن انداخته کارتوشکا انداخته سرخ میکنم به حد به مزه خوش روی کارتوشکا را میخواد تنک تنک ریزه کردم کارتوشکای نوع در آو میپزه نصیب یکون روز چیندنی رفتم شما دا نشان میتیم که چه خیلی میبرویه خیلی دوستانی عزیز رحمت که با ما بدین تا آخر نواره تا ویدیو آینده در پناه خدای مهربان باشید خیلی